سرنوشت هزاره ها بعد از دوران عبدالرحمن خان. مردم زنده مانده هزارجات بعد از فاجعه قتل عام در دوران عبدالرحمن خان به چند دسته تقسیم شدند که هر کدام سرنوشت غم‌انگیزی دارد. اول تعدادی که در هزارجات باقی ماندند. اینها قسماً بالای سرزمین‌های باقی مانده خود کار می‌کردند و قسماً هم بالای زمین‌های غصب شده از سوی افغان‌ها به عنوان برده و دهقان استخدام شده بودند و شرایط زندگی برای اینها خیلی دردآور بود و از خود هیچ گونه اراده و اختیاری نداشتند و از طرف دیگر چون هیچ گونه وسیله‌ای برای دفاع و قانونی برای شکایت هزاره‌ها وجود نداشت، زراعت و کشت آنها توسط افغان‌ها پایمال شده و خانه و اموالشان همواره مورد غارت و تاراج قرار می‌گرفت. تعدادی هم رسما به عنوان غلام و کنیز به سر می بردند و هزاران نفر هم تا دم مرگ در حبس بودند. تعدادی هم در گوشه و کنار افغانستان به دور از سلطه دولت متواری بودند که برخی در مرور ایام سنی شدند و برخی هم دوباره به هزارجات برگشتند. گروهی هم به پاکستان و ایران آواره شدند که به مرور زمان برای همیشه در این کشورها ماندند و تابعیت اختیار کردند. هزاره‌های کویت پاکستان و خراسان ایران از همین دسته هستند. گروهی هم به عنوان طرفدار دولت با یک حالت خفتباری خود را در شهرها حفظ کردند. بعد از مرگ عبدالرحمن خان هزاره‌ها به تدریج از گوشه و کنار کشور و کمی هم از خارج جمع شده به هزارجات رونق تازه‌ای بخشیدند. اما هزارجات دیگر آن هزارجات قدیم نبود، زیرا در زمان عبدالرحمن خان تمام زمین‌های آنها به افغان‌ها سپرده شده بود، به طوری که در منطقه ارزگان که تا آن وقت قلب هزارجات و مرکز آن محسوب می‌شد، فقط یک اقلیت کوچک هزاره محروم از ملک و زمین باقی ماند و بس. البته در دوره حبیب الله فرزند عبدالرحمن خان تحولات اندکی در این زمینه پدید آمد که هرگز نمیتوانست گذشته را جبران کند. حبیب الله خان در سال 1902 فرمانی صادر کرد و گفت هر قدر ملکی که از مردم هزاره قبلا به افغانها داده شده باشد، در بدل آن از زمینهای خالصه نوآباد ملک و زمین داده می شود. معلوم نیست در اثر این فرمان و فرمانهای همانند آن چی تعداد از مردم هزاره که به خارج پناه برده بودند به افغانستان بازگشتند و چقدر آنها توانستند زمینهایشان را دوباره به دست آورند و یا زن و اطفالی را که از ایشان به اسارت رفته بود بازیابند. اما وجود کتله‌های هزاره در خراسان ایران و بلوچستان انگلیسی و ترکستان روسی نشان می‌دهد که یک عده کافی از ایشان این کشور را برای همیشه ترک گفتند. بعد از کشته شدن حبیب الله در دوره رژیم امان الله گشایشی به وجود آمد و امان الله خان علیرغم روحیه پشتونگرایی به زندگی اجتماعی شیعیان افغانستان احترام قائل شد و از آن جمله با لغو بردهداری غلامان و کنیزان هزاره را آزاد ساخت و همچنین پیشنهاد کرد که در قانون اساسی کشور از مذهب تشیع هم نام برده شود و حقوق سیاسی و مذهبی شیعیان تأمین گردد. و یکی از دلایل سقوط امان الله خان این بود که میخواست مذهب تشیع به رسمیت شناخته شود و شاید به خاطر همین برخوردهای آزادمنشانه او بود که هزاره‌های افغانستان از رژیم او حمایت کرده و در دوره بچه‌سقا تا آخرین لحظه در مقابل قوای بچه‌سقا جنگیدند و زمینه سقوط او را فراهم ساختند و بدین ترتیب به طور غیر مستقیم در به سلطنت رسیدن نادرشاه نقش موثری داشتند. اما نادرخان در عوض تشکر و امتنان از این مردم به طور موذیانه نقشه نابودی هزارجات را در سر می‌پروراند. اولتر از همه سران هزاره را به اتهام دروغین ارتباط با امان الله به زندان انداخت. در ثانی کوچی‌ها را تحریک نمود که تعمداً مزارع هزارجات را پایمال کنند، جنگ و خونریزی راه بیاندازند، زمین‌های زراعتی این مردم را به بهانه‌های گوناگون تصاحب کنند، افراد لایق و کاردانشان را از میان بردارند. بر اساس این سفارش پنهانی کوچی‌ها مصدر شرارت‌های بسیار شدند، از آن جمله قتل مظلومانه نجف بیگ که از مردان بزرگ و هوشمند هزاره بود می باشد که با زن و بچه اش یک جا کشته شد. و نیز جنگ قوچی در کجاب بهسود و جنگ دامرده در جاغوری به تحریک پنهانی نادر بود. استاد حاج کاظم یزدانی در پژوهش‌های خود می نویسد فاجعه اصلی برای افغانستان از وقتی آغاز شد که نادرخان به قدرت رسید. طبق آنچه که بارها از شخصیت‌های خبره و موثق شنیده‌ام، نادرخان با عده‌ای از همفکران خود جلسات کاملا سری و مخفیانه تشکیل می‌دادند که در آن جلسات موضوعات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گرفت و نقشه‌هایی کشیده می‌شد و بعد به مرحله اجرا می‌گذاشتند. از جمله آرشیوهای دولتی برای افراد خاصی از خودشان گشوده شد و آنان در لابلای آنها به جستجو پرداختند و هر نوع سندی که به نفعشان بود بیرون دادند و ثبت تاریخ نمودند و در عوض تمام اسناد وطن فروشی اجدادشان را نابود کردند. حتی بعضی
بعضی از کتب کمیاب که جنایات گذشتگانشان را برملا می‌کردند طعمه حریق شدند. از آن جمله جلد سوم سراج التواریخ بود. هزارها در همان سالهای اول به قدرت رسیدن نادرخان خلع سلاح شدند. از آن پس کوچی‌ها به طور دلخواه می‌توانستند زمین‌ها و مراتع آنها را تخریب کنند و مأمورین دولتی با تمام نیرو از آنان حمایت می‌کردند. سرانجام خبرهای از آن نشست‌های کاملا سری به بیرون درز کرد. بعضی با خبر شدند که چی نقشه‌های طرح و چی تصمیم‌های گرفته می‌شود. از آن جمله بعضی دانشجویان طرفدار امان الله از این راز آگاه شدند و آنگاه عبدالخالق دانشجوی برجسته هزاره که این خبرها را شنید چاره را در قتل نادر دید و خود را فدای ملت نمود. شهزاد یکی از خوانین کوچی آشکارا در هزارجات میگفت اگر ما همه شما را قتل عام کنیم اجازه داریم، چون نادر بابا به ما دستور داده است که اول بزرگان شما را از بین ببریم. خانواده عبدالخالق و زمینه رشد شخصیت او. طبق نوشته اکثر بیوگرافی نویسان، عبدالخالق فرزند خداداد یکی از مهاجرین دهراودی ارزگان است که در عهد عبدالرحمن خان از آنجا فراری شده اند. ما اگر امروز دهراوت را در نظر بگیریم مردم آن پشتون و سنی مذهب هستند و گمان نمی رود که در آنجا هزاره‌ای وجود داشته باشد. اما از آنجا که دهراوت نزدیکترین محلی بود که افغانها طبق دستور عبدالرحمن می توانستند آنجا را تصرف نمایند، در همان ابتدای هجوم وحشیانه لشکر افغان در سال 1309 سقوط کرد و برای همیشه از دست هزارها خارج شد و به یک منطقه پشتون نشین تبدیل شد و اهالی هزاره آن مجبور به ترک دیار خود شده و به اطراف پراکنده گردیدند که از جمله آنها خانواده مردی بود که خداداد نام داشت. این خانواده پس از تاراج هستی منقول و غیر منقول خویش از دهراوت به غزنی منتقل شده و از آنجا راهی لوگر شده بود تا بر روی زمینهای خانواده غلام حیدر چرخی، سپهسالار قهار عبدالرحمن خان و فاتح و سرکوبگر هزارجات به دهقانی پرداخته و از این طریق امرار معاش نمایند. حقیقت امر این است که خداداد پدر عبدالخالق از جمله ملازمان خانواده چرخی بود و عبدالخالق شخصا از کودکی با جوانان آن خانواده که همسال و هم مکتب او بودند محشور بوده دوستی و رفاقت داشتند. خداداد برادر بزرگ مولاداد این دهقان ستم دیده که در اواخر عمر شغل حمالی پیشه کرده بود با دختری از کنیزکان خانواده چرخی که از هزاره‌های ارزگان بود و مثل هزاران دختر هزاره در تهاجم بر هزارجات به کنیزی گرفته شده و به اسارت رفته بود ازدواج کرد. اولین ثمره این ازدواج که 3 سال قبل از قیام استقلال پا به جهان گذاشت عبدالخالق بود. با جمع‌بندی مطالب پراکنده در مورد خانواده عبدالخالق میتوان چنین نتیجه گرفت که این خانواده پس از لغو قانون بردگی هزاره‌ها به عنوان دهقان در زمین خاندان چرخی کار میکردند و پس از اینکه خداداد ازدواج میکند و مخارج زندگیش سنگین میشود مثل هزاران هزاره آزاد شده در شهر کابل به جوالیگری مشغول میشود تا لقمه نانی برای خانواده خود از راه حلال و زور بازوی خود به دست آورد. درباره سال تولد عبدالخالق حرفای مختلف میگویند. بعضیا میگویند که او 15 سال سن داشت، در حالی که برخی مدعی هستند که او متعلم صنف 11 یا 12 بود. بنابراین در این زمان فقط میتواند بین 18 و 19 سال داشته باشد. انگیزه ها و علل ترور نادرشاه. درباره علل و عوامل اصلی تصمیم عبدالخالق مبنی بر ترور نادرشاه تحلیل ها و نظریات گوناگون ابراز شده که ذیلاً با نقل از منابع و اسناد موجود توضیح داده می شود. نظریه اول نظریه دربار است که برای ملوث کردن اقدام انقلابی عبدالخالق موضوع خاندان چرخی را مطرح می کند و اینکه عبدالخالق به تحریک آنها و به عنوان یک آلت دست و عامل اجرای نقشه آنها اقدام به این عمل کرده است. اما خاندان چرخی چه دشمنی با نادرخان داشت؟ برای توضیح این مطلب لازم است که مختصری درباره خاندان چرخی توضیح بدهیم. سپهسالار غلام حیدرخان چرخی از قوم اورکزایی چرخ لوگر بود که بعد از سردار عبدالقدس خان فرمانده کل قوا گردید و در ترکستان و نورستان در دوره عبدالرحمن خان جنایات بیشماری را مرتکب شد و در جنگ هزارجات با قساوت و بیرحمی کم نظیری وارد عمل شد و از هیچ گونه قتل و غارت و تخریب مضایقه نکرد. در هر جا که از جنگ هزارجات نام برده شده نام غلام حیدرخان چرخی هم ذکر شده و جنایات وحشیانه او بیان گردیده است. او در سال 1315 در ترکستان از دنیا رفت و دو پسر او غلام نبی چرخی و غلام جیلانی چرخی در دوره حبیب الله به جرم قتل
زندانی شدند. اما امان الله خان آنها را مورد توجه قرار داد و غلام نبی خان در زمان سقوط امان الله وزیر مختار افغانستان در مسکو بود و همو بود که برای اولین بار به منظور حمایت از امان الله از استالین درخواست مداخله نمود و ارتش سرخ را تا مزار شریف هم وارد افغانستان کرد. در موقع به قدرت رسیدن نادرخان خاندان چرخی همگی در خارج بود، اما بعد غلام نبی خان و غلام صدیق خان برادر او در اکتبر 1932 به کابل بازگشتند و در 9 اکتبر 1932 جریده اصلاح اعلان کرد که غلام نبی خان به جرم خیانت اعدام شده است. با توجه به موارد فوق بسیار بعید به نظر می رسد که عبدالخالق برای انتقام گیری و به جهت ارتباط با خاندان چرخی اقدام به ترور نادر کرده باشد، زیرا سپهسالار غلام حیدرخان چرخی جلاد مردم عبدالخالق و عامل آوارگی خانواده او بوده است و از همین جا باید گفت شایعه این که تفنگچه عبدالخالق را هم غلام نبی خان تهیه کرده بود یک دروغ محض است، چون همان طوری که دیگران نوشته اند خالق این تفنگچه را از شخصی به نام سید کبیر به امانت گرفته بود. سید کبیر که در همین رابطه مدت 17 سال زندانی کشید از مردم شمالی و یکی از یاران بچه سقا بود. برخی مورخین عوامل اقدام عبدالخالق را در 3 موضوع خلاصه می‌کند: تأثیرپذیری عبدالخالق از جو سیاسی مبارزه طلبی و مخالفت با استبداد، تعلق او به قومیت زیر فشار هزاره و مخالفت با تبعیض قومی، علاقمندی او به خاندان چرخی. و بعضی از مورخین ما همچون آقای یزدانی در پژوهش‌های خود معتقد است که انگیزه اصلی اقدام عبدالخالق این بود که او توسط همسنفان خود از جلسات و تصمیمات سری نادرخان مبنی بر سرکوب و نابودی هزاره‌ها و اقوام دیگر مطلع گردید و به همین جهت تصمیم به ترور او گرفت. نادر در ابتدا از مردم هزاره که علیه بچه سقا جنگیده بودند تشکر و قدردانی کرد و بزرگان هزاره را منصب‌های نایب سالاری داد و موقعی که پایگاه خود را کاملا محکم کرد ناگهان رفتار او با مردم هزاره تغییر کرد و بزرگان را به اتهام کاملا دروغین یعنی ارتباط داشتن با امان الله خان دستگیر و زندانی و بعضی را حتی اعدام کرد. در همان زمان بود که عبدالخالق توسط همسنفانش از یک جلسه بسیار سری نادرخان نیز باخبر شد که در آن جلسه سری نادرخان چند نقشه ضد بشری و خطرناک را علیه مردم هزاره مطرح کرده بود. عبدالخالق با دیدن چنین جریانها قلبش از خشم و کینه مالامال می‌گردد، لذا کمر به قتل نادر بست و در چندین مورد می‌خواست نادر را ترور کند که موفق نشد. و سرانجام روز چهارشنبه 16 اقرب 1312 ساعت 3 بعد از ظهر در حیاط قصر دلگشا در حالی که شاگردان مکتب در چند صف مرتب ایستاده بودند و نادرخان جوایز آنان را میداد، در همان حال عبدالخالق 3 تیر به سوی نادر شلیک کرد. کیفیت ترور نادرخان از قرائن و شواهد چنین به دست می آید که تصمیم ترور نادرخان از اول سال 1312 به صورت جدی مطرح می شود و خالق به طور مستمر و بدون وقفه در پی فرصت مناسب بوده و برای تحقق این هدف بزرگ برنامه‌ریزی می کند و به طور کلی 4 بار آمادگی گرفته اقدام می کند ولی تنها در مرتبه 4 موفق می شود. بار 4 فرصت در 16 اقرب 1312 فرا رسید. قرار بود نادرخان طی مراسم جوایز شاگردان مکاتب را توزیع نماید. خالق مضطربانه به بررسی موقعیت می پردازد. پس از چند بار رفت و آمد از دروازه ارگ می بیند که تفتیش و بازرسی وجود ندارد. به سرعت سوار بایسکل شده از چندول تفنگچه را برداشته و به قصر دلگشا باز می گردد. عطا محمد پسر خاله عبدالخالق که به عنوان آخرین بازمانده خانواده عبدالخالق از دم تیغ نادر جلاد جان سالم به در برده و قبلا 10 سال در زندان نادر بوده است میگوید: خالق به نزد من آمده از من دستمال خواست. من دستمال خود را به او دادم. خالق دستمال را گرفته روی تفنگچه اش آویخت تا پنهانکاری لازم را انجام داده باشد. بالاخره انتظار به پایان رسید و نادر وارد باغ دلگشا شد و پس از مراسم کوتاهی به سوی صفوف شاگردان مکتب قدم گذاشت و همین که در پیشروی صف رسید خالق یک قدم پیش گذاشته با خونسردی و آرامش کامل 3 گلوله بر دهان و قلب و مغز نادرخان خالی کرد و گلوله 4 هم به یکی از نوکران او اصابت کرد. دیگر تفنگچه بند آمد و نادر فی‌الفور نقش زمین شده در میان خون خود پیش پای عبدالخالق قرار گرفت و بدین ترتیب قلب سیاه و ناپاک استبداد از کار افتاد و حتی ظاهرشاه و شاه محمود که از تیررس دورتر بودند فرار کردند و شمشیر و کلاه شاه محمود به زمین افتاد و صدای گریه ظاهرشاه نیز شنیده شد. ظاهرشاه در آن لحظه 19 سال داشت و عموهایش شاه محمود و شاه ولی و هاشم خان قدرت را به دست گرفتند و در ظاهر پسر نادر را به سلطنت بلند کردند. بعد از به زمین افتاد
دادن نادر اکثر حاضرین فرار کردند، اما عبدالخالق قهرمان که کار خود را کرده و به هدف مقدسش رسیده بود، با صلابت و استواری بدون اینکه کمترین هراسی در خود راه دهد و یا فرار کند، تفنگچه‌اش را که دیگر خالی شده بود به شدت بر فرق از هم پاشیده نادرخان گفت و در همانجا توسط جلادان و دشخیمان دربار دستگیر شد. شهادت مظلومانه شهید عبدالخالق. همانطوری که اشاره شد، در هنگام قتل نادرخان، شاه محمود برادر و ظاهرشاه پسر 19 ساله او در کابل حضور داشتند، اما هاشم خان برادر دیگر او در سفر شمال به سر می برد و شاه محمود به سرعت مجلسی از اعضای دربار و اعیان و اشراف تشکیل داده و ظاهرخان را به عنوان شاه جدید اعلام کرد و قبل از همه خودش به او بیعت نمود و بعد از دیگران هم بیعت گرفت و دستار پادشاهی بر سر پادشاه جدید بسته شد. پس از تاجپوشی شاه جدید و بازگشت هاشم خان از مسافرت شمال، موجی از دستگیری و توقیف و شکنجه و بازپرسی آغاز گردید. همه خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان و همسنفان و معلمان عبدالخالق را به زندان افکندند و خالق را زیر شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دادند. سعی هاشم و محمود بر این بود که از این فرصت استفاده کرده و با اتهام و بهتان کلیه مخالفین سیاسی خود و عناصر بیدار و آزاداندیش و رقبای خاندان نادری را از صحنه حذف کنند و بدین جهت بارها لیست های بلند بالایی را نزد عبدالخالق می آوردند و می گفتند اینها را شریک خود معرفی کن، ما مجازات تو را تخفیف می دهیم. 17 نفر و در رأس عبدالخالق محکوم به اعدام گردیدند که اسامیشان به قرار ذیل است: عبدالخالق، مولادات عموی عبدالخالق، خداداد پدر عبدالخالق، محمود رفیق او، قربان علی مامای عبدالخالق، ربانی، لطیف محمد زمان، علی اکبر خان، محمود کارگر مطبعه انیس، میر مسجدی، سید عزیز، میرزا محمد، محمد ایوب خان معاون مکتب امانی، میر سید قاسم خان و غیره. مولادات کاکایش را دید که با نگاههایش وی را تحسین می کند. با نگاههایش اظهار شکران کرد. در این میان ناگهان چشمان خالق بر قامت خمیده و سیمای آفتاب زده و سوخته خداداد پدرش افتاد. در نگاه خداداد پیر نشان هیچ ملامتی نبود. خداداد میخواست خود را عادی نشان دهد تا پسرش از شکنجه های دردانگیزی که آدمکشان نادری بر وی روا داشته بودند چیزی نفهمد و خالق نیز همچنان نمیخواست پدرش از شکنجه هایی که بر او روا داشته شده بود بوی ببرد. قبل از شروع اعدام، محمد حیدر خان پسر عبدالقدوس خان معاون وزارت دربار خود را نزدیک عبدالخالق رسانیده چاقوی از جیب خود درآورد، دماغ عبدالخالق را برید. خالق کاملا خاموش بود و کوچکترین حالت ترس یا کم جرأتی در چهرهش خوانده نمیشد. یک تن از نایب سالارها فریاد زد: بیاورید او را که پدر ما را کشته است. سید شریف سریاور از خالق پرسید: با کدام انگشت ماشه را کشیدی؟ خالق انگشت خود را به سوی او دراز کرد. سریاور مثل یک قصاب با چاقوی خود کلک خالق را برید. بعد از آن گفت خالق حتما با چشم راست نشان گرفتی؟ و خالق با آرامی گفت بله. و این جلاد بیرحم چاقویش را در کاسه چشم خالق فرو کرد و آن را تاب داد. قبل از شروع اعدام، محمد حیدر خان پسر عبدالقدوس خان معاون وزارت دربار خود را نزدیک عبدالخالق رسانید، چاقوی از جیب خود درآورده دماغ عبدالخالق را برید. دیگری جلو آمد گوش او را برید. بعد سربازها شروع به عمل کرده نیزه های خود را به بدن محکوم داخل می کردند و این عمل به قدری تکرار شد تا محکوم جان سپرد. عضو انجمن ادبی میگوید: ما فقط همین قدر دیدیم که 2-3 بار یک جسم سرخ خونالود در نوک برچه ها بالا شد و بار دیگر در میان تفنگداران گم شد. خالق را با برچه ها پاره پاره کردند. او به دار آویختن نرسید. سرنوشت خانواده شهید عبدالخالق. کلیه اعضای خانواده و بستگان عبدالخالق دستگیر و زندان شدند. از آن جمله پدر، عمو و دایی او همراه با خودش به شهادت رسیدند و به روایت 21 نفر از اعضای خانواده عبدالخالق را کشتند که در میان آنها عبدالله و عبدالرحمن پسران خردسال مولادات عموی عبدالخالق هم بودند و حتی خواهر کوچک عبدالخالق به نام حفیظه که به روایت 3 ساله و به روایت 8 ساله بوده در زندان به شهادت میرسد. کلیه فامیل و اقوام دور و نزدیک عبدالخالق از زن و مرد، کوچک و بزرگ به زندان انداخته شده و سالهای سال در زندان مانده اند و حتی زنان حامله در زندان بچه دار شده اند و عده‌ای هم در کنج زندانها پوسیده و حیات را از دست دادند. طبق تحقیقات بیش از 1-2 نفر جان سالم به در نبردند که یکی از آنها عطا محمد پسر خاله عبدالخالق است که 10 سال را در زندان زیر شدیدترین شکنجه ها به سر برده و بالاخره آزاد شده است.
عبدالخالق مردی از تبار حابیل، فرزند راستین ملت، دهقانزاده انقلابی، دلیر مرد فرهیخته و قهرمان ناشناخته ای است که قلب سیاه استبداد را به گلوله بست و به تومار ننگین سردسته صفاکان آل یحیی و مزدور دست نشانده انگلیس نادرخان مکار خاتمه داد. دار از لب منصور نیفگند انالحق، آری که به آزادمنش دار چه پروا.